حاجت مهم و فوری داری؟ 4 قول رو به این شکل که گفته میشه روزی 5 بار بخون و کاری که در ادامه ویدیو گفته میشه رو انجام بده تا سنگینی ها و بد اقبالی های زندگی دفع بشه و دعات خیلی سریع اثر کنه. نکته مهم، این ختمی که گفته میشه رو لطفاً ترکیبش نکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه الان داری این ویدیو رو نگاه میکنی و میخوای این ختم رو برداری، ختم دیگه ای رو بر ندار. بذار این ختم تنها کار خودشو بکنه. نکته بعدی اینه که تمام مطالبی که گفته میشه رو مو به مو باید انجام بدید. به این شکل نباشه که کارهای اول ویدیو رو انجام بدید و کارهای آخر ویدیو رو انجام ندید. این ختم یکی از مؤثرترین ختم هاست. 4 قول یعنی سوره هایی که خدمتتون گفتم، سوره توحید، سوره کافرون، سوره ناس و سوره فلق خواص ضد چشم زخم و سحر دارن، مانند آیت الکرسی. این سوره های قرآنی برای برطرف کردن سحر و جادو، چشم زخم و در امان ماندن از بخل و زیان و همچنین زیاد شدن رزق و روزی خواص های تایید شده بسیاری دارند. 4 قول 4 سوره پرفضیلت هستند که به خوندن آنها سفارش های فراوانی شده. بنابر روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته شده، خواندن 4 سوره ذکر شده برای در امان ماندن از همه بلاها سفارش شده است. این ختم به این صورته. ابتدا نیت میکنید، میگید من این هفته ختم 4 قول رو برمیدارم. حالا به نیت هر چیزی که مد نظرتون هست. بعدش بیاین سوره توحید، سوره کافرون، سوره ناس و سوره فلق رو به تعداد 44 بار به صورت پشت سر هم بخونید. نکته بعدی دیگه اینه که هنگام خوندن این 4 سوره حتما باید وضو داشته باشید. شما باید 5 بار این عمل رو در طول روز تکرار کنید. یعنی روزی 5 بار 4 قول رو به تعداد 44 بار بخونید. در این 1 هفته یا 7 روز باید 2 تا چیز رو از زندگیت حذف کنی. یکی دروغ و دیگری غیبت. حالا ازت میخوام اگر از این ویدیو خوشت اومد اونو لایک کنی و توی کامنت ها برام بنویسی خدایا شکرت. امیدوارم همه شما دوستان عزیز حاجت روا بشید و به خواسته دلتون برسید. ممنون دوستای عزیز که تا پایان ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید.